در نبرد بین یک شیر درنده و یک ببر خشمگین کدومشون میتونن پیروز میدون باشن؟ شیر که به سلطان معروفه و ببر هم برای خودش ابهتی داره، هر کدومشون زور بسیار زیادی دارن و در بالاترین جایگاه در زنجیره غذایی قرار میگیرن. در زمان روم باستان برای اینکه مردم متوجه بشن که آیا شیر قدرتمندتر یا ببر، اونها رو به جون همدیگه مینداختن. در آمفی‌تئاترهای بزرگ و مراسم‌های بسیار بزرگ شیرها و ببرها با همدیگه مبارزه میکردن و سرانجام در اکثر این نبردها ببرها پیروز میدان بودن، چون هم وزن بیشتری دارن، هم چابکترن، هم از لحاظ عضلانی قدرت بسیار بیشتری دارن. اما این رو هم باید بدونید چون شیرها به صورت خانوادگی و دست جمعی زندگی میکنن، به احتمال خیلی زیاد توی کار تیمی موفق‌تر هستن و اگر یک ببر که به صورت تنهایی زندگی میکنه با یک گله شیر مواجه بشه، به احتمال خیلی زیاد اون ببر شکست میخوره یا باید پا به فرار بذاره.